मुसलमाना तमाम पीरो जवानाना पामुरादी तमाम दोस्तों गरीबाना तमाम से तो गरीबाना बुंगेज गोन अल्लाह है मेहरबान व बख्शो के नामा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू अजीज़ें गोलें चारों कान मंतग मबैत उम्मीद दारिं कि हर कुजा के हस्ते द्रोजूर व सोबिन बैत शुमा ईद मुराद बात टुवेन ईद तो वम्मा गुआत दावरता मेहमान दावत तिशकुरतान व गुआवन हम गप बेंत यकी हस्ती वाजा अहमद अली उमरी मुआवन नशरात शारवालिये و دیگه واجه مولوی نعمت الله محمدی عامر جوانان ولایت نیمروز روان که گواوان هم گپ بیان واجه عمری صاحب شما عید مراد بعد دور راتت باز جوانب که می دعوت قبول کرتید و ما منتوارن که دعتت بسم الله الرحمن الرحیم درو جوڑو و شال بیت اما هم مزانن عیده پشما و پشم گندوکان مرادبات گوشند و شربا امید دارند که مچن مسلمان به هر جای دنیا که هستند عیدا با دروایی و وشی و وشالی شروع کرتگ بیند منتوارم واجه مولوی صاحب محمدی باز وشاتت منتوارم که می دعوت قبول کرتید. السلام علیکم و رحمت الله خدمت اشمایا و تمام بینندگان یا هر جا که هستن انشالله صحیح و سالم بیان عید پان تبریکشین انشالله که عید خوش و خرم داشته بیان و بخیر و گوات و گوات خانواده انشالله عید سپری کنه. باز منتوارم واجه. سلام علیکم. واجه جوانی که اولین سوج بی که چون کرتید کجا شدید و چون انت عید چون تیره کنید. طبعا عید روچند و شالی روچند و مزان عید روچ دیم هر چیز گون الله تعالی شکریه که ادای نمازند نماز عیدند شروع بید و پادشاهی قربانی یعنی زب کرتنند یا به اصطلاح مشما بلوچان قربانی یعنی اعلال کرتنند و شایی و پد گندگ و نندگ گو دوست و احباب و سیاد و قومانند که الحمدلله مچین مسلمان های را که وسطوانه بید اولین موضوع که نماز هم مش مسلمان انجام دهند و دومین ایرا که قربانی بید وقتی قربانی اعلال کنند و چیز شایی یک کوت پوت و پوتی گسوالا نگردند و ما بقیه بیا مسلمانی که بیوسه و قربانی ندارید بیای اهدا کنند و بیای تقدیم کنند تا یک مزان عید روچند و مچنگ سانی تا لوی و گډوک بر بید. باز منتوارم واجه جوانو که قربانی همش معبر داتن شمولی سوچ کنن مولای صاحب ام فضیلتی چون انت یعنی ام قربانی چه رقم بی چون سالی پوره بید گوش و چم و پوزی چه رقم بین اگر میگندو کانم گوشت باز منتوارم میششم قربانی امارن که معلوم انت یک سنت قدیمیش مشمع بزرگن پیامبر صلی الله علیه وسلم که مشمع منتا و شاهد دیمتر که حضرت ابراهیم علیه السلام قربانی شای وقتا شروع تی شچار ایوان قربانی بی تقریبا شا اشترا بی شا گوکا بی شا پسا بی شا بوزا بی بوزو پس تقریبا یک سالش کامل بی البته در مورد گوارگاشان که ام پشت بگوی ماسا شش ماه بی به شرطی که ام پشت بگوی ماسا گورا ششان قربانی صحیح که مشما قربانی کنن و به الله رضا انشالله بعضش از مشما سه تکا کنن تقریبا یک تکه پوت ساتن یک تکه پوی میمان ساتن و یک سیرا خیرات کنن به دوست و نزدیک و کسانی که ندارن به اون مشما دیان که اون انشالله عید خوش و خرم داشته باشه. باز منتوارم واجه عمری صاحب ام دود و ربیدک چونم بلوچانی ایروچانی تا گجا روان اول کیا سر جانند و کیرا گندند و چونه کنند ایروچانی تا بلوچ قوم یک مسلمان قومی و اصل دود و ربیدگی به عیدانی روچان گونگونده تفاوتی مچ مسلمانانی دود و ربیدگ عیدان روچا تقریبا یک ودند و گونده تفاوت اقوام مختلف قوت دارند اصل ابریشند که عید روچ خوشحالی روچه که الله تعالی اشرا به مسلمانان داتا
و حتی اگر کسی دیم شهیده غم دارید و مصیبت پسرایاتی تو کسی شهید نزدیک نان وفات کرده ایدانی روچه حق ندارید که غمگین بید و عزادار بید، بلکه ایدانی روچ خوشیه که الله تعالی شرا به عنوان خوشی و خوشحالی روچ داده و مچین گوت خوشحالند. و دیگه بریش انت که اگر کسی یک کش دیگر خوابدی دارید ایدانی روچ فرصت که خوابدیش دلانی تا دور بید و دل پاک و صفا بیند. و بلوچ قوم هم چوی دیگه مسلمان قومانیا وقت شوتی عبادت تا فارغ بیند گران استاتن و نشتنند ایدیه کنگند که اول سرا که توتی گساگ و گسوالان خانواده انتو پس و ماس انتو براس و گوارند آن نزدیکترین و دوارگ ای یک چیز معمول بلوچه ایمانجینا که مچنگ وقت جمع بیند چین که گسو چین که دوست و احباب اکدار یک جا و روانت اول سرا مزان و سپیریشان یا و سپیسران یا جنین زاگ و مردین زاگ مزان اینه که بین مسن مردم یا مریضی بید یا یشنت که یک کسی که تکلیف داشته بید دلی خوار بید یا پایدیم ترا به نزدیکن وقتانی تا غم و مصیبت تیاتک بید اول سرا آوانی روند که آوانی خوشحالی حاصل کنند و آوانی دلا گل دیند. باز منتوار واجه می عید چه پیغامی رسینید مثلا یعنی که یعنی مچ روچانه میرن قوت یک جبه یا نه که مثلا دیگه می عید انت ولاست یا نه که مچ مشمار پیغامی دن که هر وقت میرن هم دل بین تو یک خوپا و یک باسک بین یا نه دیگه وقت مشکلی نه فقط می وقت انت امارن که دیمتره خبرانی تا من اشاره کردم انسان طبیعت همیشند که دائم به یک حالت و به یک رواله نیند بعضی وقتا گنده کدورت که بعضی وقتا خوابدی که و الله متعال ای روشانه که عطا کرده به مسلمانان پی خاطره که مسلمانان حد و مرز معلوم کند یعنی مسلمان امارن که حدیث تاکید که سه روچه گیشتر مؤمن حق ندارید که خوابت بید امارن اگر یک دل کٹھئی بید یا کار و گرفتاری و مصروفیت بازند مسلمان دیگه مسلمان یا شتاگ نکن دیگه وقتی ای ایدانی روچ پی واسطاند که هم دل پاک بیند شا کدورت و شکینگا و خوابدیه و همیشه انت که دیگه وقتانی تا اگر دیگه کاران یکی گوتی درسا مصروفند یکی گوتی اداری این کار مصروفن یکی گوتی تجارت مصروفن هر کس گو یک چیز مصروفن ای ایدانی روچ خاصتا پی واسطاند که یکی دیگر یا بستن تم نندند گوت مجلس داشته بند دیوان داشته بند یکی شادیگر وضعیت تاسی بند حالات سی بند که چونند چون نیند و ای روچ تقریبا یک درس عملی که مسلمان سیاد و کوم گوت استاتر و نشتن داشته بیان سله رحم و وصل بید تا که دو عید که مشما دارن که گوت نزدیک به نزدیک مستند یشانی اما قوت و نیرو پا مچ سالا بس کند و اما مهربانی اما استاتر و نشتن اما وصل سله رحمه که به عیدانی تابید پا مچ سالا باقی مانی تو به مچ سالا اما ای وشی مردمانی دلی تابید. باز منتوار واجه امیرن که ابر داتن تو شا بیا که شا نیازگاران ابر دهند مولای محمدی صاحب امی کسی که نیازگار هستند و فقیر هستند و کم دستند بشان باید چی رقم کمک کنند بشان چی رقم مدد برسینند که آوانی دلون گوش بید آوانی عیدون پا جوانی و پا دوری گوازین تبید بشان چی رقم کنند اگه پا ما سرپدی دید وش امارن که دین مبین اسلام دین همدردی محبت حدیث انت بعض که در موردشی مثلا خود قربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم تقسیم کردنه سه قسم کو خود بیانگر یشین که اتحاد و همدلی بی محبت بی رسیدگی به فقرا و مساکین هم بی کتاب انت یک جالب بحثه که پیامبر صلی الله علیه و سلم شدر و تشگسا دیستمو گوندو گوازی کنن گوات یک باز ناراحتن شاید سوجا کنن که ای پچه ناراحتن تو خلاصه معلومه به که ای یتیم چیزی ندارید و زاو کنگندی که پشت دارن کوش دارن نوک گردن ای چی نداری اما به که شبارت ام المؤمنین یا حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یا خلاصه پچه گوره دن پداکاریتی زاو کنیا گوره گندی که باز خوشن تا گوره ایده باز بیان کم پا
و اصحابان و پمشما مچن که این روچ مشما باید همدردی کنن، بالخصوص گو فقران، مساکینان، یتیمان، کسی که چیزی نداری هر کس اندازه وی توانا یک دستگیری به ویتی امسایگان به کسانی که ندارن به آن دستش بگید که انشالله آن توانه یک عید خوشنداشته بین و گوت خوشحال بین. باز منتوارم واجه شامدیلی و شیشانه بروتید پاک هستی که مثلا زار هستند تو ناراحتن شود پر دلیلی که بوتید این روچه تا باید چون کنند؟ این روچه تماما که معلوم تا که نماز عید وقت یک نماز اتحاد و همدلیه و پمی خاطر این که مشما موچ جمع بین یک جا که یک نماز را ادا کنن ای وقت بیانگر و استارت میشین تا که مشما موچ باید همدل بین گوت صلح کنن گوت یکی بین وار کسی خدای نکرده کدورت داری شود ناراحتیش یک دیگر دارن باید عفو کنن یک دیگر معاف کنن و به برکت روچه خوشی بید که موچ مشما شای بهرمند بیان و به می خاطر اینکه یک میمانی طرف الله تعالی و میمانی الله تعالی انسان به ناراحتی نرو چه خوشن که موچ گوت په خوشحالی بروان که رب یعنی توی نعمت که مشما الله تعالی داتا و شای استفاده کنن باز خوب بید په می خاطر مشما موچ باید یک دل بیان زبان بیان یک جب گردن زبان به معنی که یک کلمه سره که لا اله الا الله محمد رسول الله به ای سره مشما اتحاد داشته بین که می واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یک جبان و انشالله دلو گوت یکی بین خوش و خرم بین بخیر. باز منتوارم واجه عمری صاحب همه بیا که یک سوزش گوندکیه کنن چون خاطره دارد پاییدیه که مثلا توی شما را ایدیه داتند چون نونو شما گوندوان ایدیه دهید ندهید چرا کمیتا یا فقط پا گوندوان انت توینانو شامل بیت هستی و توینا یا نه گوندکی خاطرات نوکن وشنیات گوندی بازند و ایدانی وقتای باسترند یکیش گوندکی وشنیاتان که زینه تاکاتی شد که چین کروش دیم شایده پس پد شزید و کو شزید هر روز شدند پدچانا سیده کردند کوشانا سیده کردند و انتظارتن که کده نیده بید که پدچانا گورا کنند و کوشانا پادا کنند و دننا که در بودن یک زاگه گو دیگر آگفتی که نیپس پمانن چین کوش زیتا آگفتی نیپس پمانن چین پدچه زیتا و ایش یک حداقل 5-6 روز دیم شایده یعنی زاگانی منجینا همه عبارتن تو عیده و شالیه بوکات و مزانی نیده وقتا که بودن من وقت چون پسوماسه گوندین زاگتون تا که قربانی الال بودن پس قربانی الال کرد الله تعالی مغفرت کند و ماسا خداوند مغفرت کند تندور کرد وقتی که دیاتند تندور کرد تا که قربانی الال کردن اولین چیزی که پس اردو گوتگان پسه یعنی داتیم نه کیشان بزور و ما سمارن که تندور کرد ایشان پا من تندور آلت چند تایی که مشوه بلوچانی منجینا معمولا رسمن که عیدان روچاو حتما باید کباب بورند تا وقتی که دیگه کباب جوڑه بود و ماله پوستو جون علاسه بود و نان پکتا بود من به عنوان گوندین زاگ گسه دیم شده ما دو گوٹه نوشی جای دیگه ای اما لذت یا وقته و همه خاطراتی یعنی هر وقتی که اما دیگه وقتان اگر مالی کشا گبید گوٹگان گندین امام نیوشا کت مخصوصا مزان نیده انچو خاص امی بر نیوشا کت و اما خاطرات انچو تکرار بین ذهنیتا انو شما امارنگا کنید گوٹگان دهید و تی گوندو انزاگانا یعنی تنگا عادت منتهیش میں سرک باید هنو نم که استی ته بعض وقتا منا گوشین زاگانا که شیک کساب من ششما مد چنگ گوند ترون شی واسطه که من وقتی پسوماسه گوندین زاگون گورا گوٹک که استم نیکو تو بارند و دیگه بریشن که نون زاگ گشتر شیشی که گوی گوٹه گوی موضوعاتان بشان فکران تو پیشان وش در بین آگشتریشی فکران که پس سمارا زر ریبدند که برون شدو کانا پود چیزی بزنند هنگاتم اما امنی گوندو کنزاگ گوندین زاگ که نامه اشتو ناجی عمر نیامیر نامه تای نامه اشتو ناجی عمر اما حاجی عمر یہ احساسا دارید و ہمارا امنی گوندین جنکو کرو فایده وطرا شیدیگران خاسته رزانن شیدیگر زاگان یعنی وطرا دین یعنی هر چی گوندتر بید وقتی جایگا و چی گیشتر ازن که مثلا من گیشتر پسوماس دیما پسوماس دلم من باید وشتر بین و یعنی
توین هم میدان توترین زاگ هم میدان بیا گونترین آن دایند و پیشی خواب دارن بیان که گونترین پسوماس گشتر نازدند و اما نی گوندین زاگو جنک امی طبیعت تا دارند منتها نازی که من داشتم انچو که من احساس کنین نوتی زاگانی تا ایرا دیستون و نه دیگه جای دیستون که کسی زاگی آنک ناز داشته بید پسوماس سرا که من وقت فکر کنین که من داشتم والله عالم. باز منتظرم باز جوانی وشین یاتی کرتید. مولای صاحب شما اگر شگوندکی یاتی چیزی دارید اما را سرپدیده تو گوشت باز وش شوین شما گوندکی و خاطرات بعضا بالخصوص امی عید روچه امارن که دیمتران یاتو هم پوچکوشه که پسوماس مردم اکن هر دیگه مردم هر صبح یک وقت کستید سیلی اکن شما مروچه خوشحالی داریم بس دلای خوشحالی است و سیلی اکن که ما پوچکوش هم دست یا نه کسی برتایی تی دیگه یکش خاطراتن باز خوبی نانن دیگه که شوتن سیادو قومی گیسا نزدیکن یا عیدیه داتی پمی خاطره سنت همیست که وقت بشما محبت لوچت باز کنید یک کاغدر هدیه بدهید هدیه محبت باز کاری به می خاطر وقت زاو کم یک عیدی مشما دیان گوندو کانا عباس خوش بین و سالها زینه تیشمانی پس به می خاطر مشما اوان هدیه بدهین انشالله که ام محبت گو یک دیگر اب کنن گو مشما محبت کنن و آن یاد گرن می فرهنگا دو ربی دیگر یاد گرن که رسما یاد گرن که آم توان دیگرن وتی انشالله بالنسل عنده مشما رسم انتقال کن تو به آوانم برسی بخیر. باز منتوارون جوانی وشین برداتت. خب واجه عمری صاحب مشمه وقت دیم بیالاسی انت اگه گوشتینی دارید بگندو کند ایرنگی روچه انت جوانی نه گوشت باز منتواره بین ششما باز وشالتون که یک دم را گوشما و گوشما عزیز گندو کن هم گب بودن و یاتش قدیم وقتان بود وشی روچه وشی گشتر بود و گوستگران خداوند متعال غریق رحمت کند و منتگنان خداوند متعال یه توفیق ابدند که گوت یک دل و یک توار بیند و مچ روچا وتیا مچ نمره چو عید روشانی غنیبت حساب کنند و گوت دوستی و مهر و محبت کنند و نی پیغام پا عزیز گندوکانیشند که عیدانی روچا بالخصوص و مچ عمره تا شما به وسترینانی سرا دست شفقت کشید گوارترینانی سرا دست شفقت کشید مهربانی کنید توی نانی احترام اب کنید که دین مبین اسلام درسن پا شما و غریب و بیوسان و کسانی که دل پرشتگ هستند ای مبارک کن روشانی تا آوان شوشا مبرد و ضرور آوانی سر جنید و گو هر رقم مشروع که توانید آوانی دلا گل دید و کسی که مسلمان دلا یک پرشتگین دلی را کسی گل دند الله متعال ای دلا گل دند و الله متعال رضایت گو آکسی بید که ای مخلوقانی رضایت تا حاصل کرده بید. باز منتوارم واجه مولی نعمت الله محمدی شما اگه بگندو کن عبری چیزی دارید گوشت باز خوشحالتون که مروچه گوشما و گو ملت تا یک کم گپ و سخن کرتم مشما الله تعالی مشما ایده بخیر بیاری تو بخیر تیری کن انشالله چیزی که من لوٹم پیام پا ملت تا مشما داشته بنیرش که وتی امارن قربانی از ذبح کنن و نفس از ذبح کنن یعنی به معنی که هر کدورت دارن هر مشکلی دارن به معنی ما بین که من باسترم من تویترم من سرمایه‌دارترم من نزن چونون منیت تا یک گوشه بلن و امان قربانی ذبح کنن این مشمار درس دادن که نفس انسان ذبح کند و تلاش کن که گذشت کن و گذشت هم زمان خوبن که انسان قدرت انتقام داری وقت قدرت انتقام که انسان نداری خب بیاش شاید گذشتن دیگه خب نبیت چیرش دست نبی پس وقت قدرت دارن تلاش کنن که انشالله معاف کنن کسی گو مشما مشکلی داری تو مشما یا بران اول شروع کنن و یک صلح بیت مشما وسط انشالله یک محبت به همدلی بیت ابن پیام که انشالله تعالی هر کس گذشت داشته بی تو گوت محبت و مهربانی کنم بخیر. باز منتوارم واجه نی عزیزین گولین گوشدارو و چارو کن ایشت مشمه مروچی امپریام و من شمس الحق دامرده از ملوٹی انشاءالله شما ساعتوک بید